امروز دوم می سال 2024 است، ساعت 14:47 ما قرار داریم در موضع تخت سنگین یا اینکه اینجا را تخت قباد هم میگویند که این موضع را برای آن کی قباد، یکی از شاهنشاهانی که در شاهنامه هم ذکر خیرش رفته است، برای طبابت دختر نازنین خود انتخاب کرده بود، چون که نجوم شناسان گفتن که این دختر این نبیره سیاووش باستانی است و ابیره کیکاووس و یک مریض گرفتار می شود که اندک افسرده حالی یا که مریضی روانی می آورد. میگن که در همین بین 3 دریا ساخته بشود که نسیم 3 دریا بزنند. ببینید در اینجا دریای کافرنیهان می آید، دریای وخش می ریزد و دریای پند می ریزد و آبانبار امو دریا را تأسیس می دهد. و در همین جا کیقباد یکی از بهترین زیباترین آسایشگاه ها یا خود تخت قباد را می سازد که ما اندک آن را به شما معرفی میکنیم. رفتیم آشماگاه هستیم. امروز سفر به جای قدیمه ناحیه قبادان سخت سنگین قدم رنجه کردید. پیش از ما خوشامدی میگیم. نوریده تاجیسر من باقی حال از که چقدر تاریخی کهن دارد ملت تاجیک، مردم تاجیک، خلق تاجیک. امروز ما با همین چیزهای تاریخی میفخریم. ما تاجیکان از همه کهنه‌ترین جاهای قدیمه محض در ملک تاجیکستان قرار دارد و تاریخ او است که در تمام من با قرار یونسکو علاقه تخت سنگین به قید گرفته شد و امروز شماره سیاحان روز تا روز زیاد شده ایستاده. خیلی که ما شما می‌بینیم در مرکزی ناحیه قبادیان ما یک موزه تشکیل کردیم که محض به همین تخت سنگین وابسته است. امروز تمام معلوماتی که با تخت سنگین وابسته است در موزه مرکزی ناحیه عرض وجود دارد. کدام نفری که اوید تخت سنگین یگان سوال و جواب و یگان چی خواستن معلومات گیرن میتوان آزاد از موزه یعنی تاریخی تخت سنگین از آگاه شوند. بله در اینجا سیاحان توریست‌ها میاد دوستان ما می‌بینید که نزد سرحدی است به هر حال. بله اکنون حاضر به خاطر که اکنون در حقیقت نزد سرحدی است، دیدیم که راه سالک پروبلم‌های خودش دارد، شماره در حقیقت توریست‌ها کم هستند، لیکن این علاقه در نقشه گرفته شده است به خاطری که ما باید اگر خواهیم که در جلب سیاحان کنیم ما پیش از آن باید تصمیم بگیریم که راه‌ها را آباد کنیم. که یکی از چیزی که ما شما می‌بینیم همین دولت‌های ترقی کرده دنیا از حساب همین وای تاریخی خودشون آباد شدن. با مثال لازم دولت بریم من همین دولت ترکیه از جای تاریخی میاد داره. اینجا در اومدگاهی طرف قبله یا خود آفتابشینی تخت قباد است. در اینجا 4 در اومدگاه داره از 4 طرف، یعنی 4 سو که تمامی باد که میوزید بر مشام مردم میرسید. به نسبت اینجا یک سناتوریا، آسایشگاه، فراغتگاه یا طبابتگاه در همون دوران قدیم ساخته بودند. و در اینجا ببینید سنگ های هستند که زیر ستون های هستند که تا هنوز پابرجا هستند. ستون ها ورنگار شدند و اما زیر ستون ها موجودیت دارند. ببینید حتی در اینجا و مثل اگر ملحتر کرده گوییم و مثل حاجت خانه ها هم سنگ ها گذاشته شدند و میگویند که تخت زرین دختر شاه در بین همین 2 ستون قرار داشت و اگر من در آن دوران می بودم حاضر در تخت زرین کیقباد می نشستم در همین موضعی که الان ما قرار داریم. موضعی که ما را با چند هزار ساله ها پس می پیوندد با تمدنی ویژه و تمدنی به همتای جد خودمان.
در اینجا دیگر زیرستون ها هم هستند که اگر اهمیت بدهید همه اینها یک لخت ساخته شدن و به هم مانندی دارند و مثل کراپل یا خود تخت جمشید از سنگ ساخته شدند. اینجا هم اطراف هم از سنگستان است و همون گونه که در تخت جمشید از سنگ ها زیرستون ها هست، در اینجا هم هست. اگر اهمیت دید اینها مانندی دارند و میان این ستون ها یک راه، یک شکافی هست که ستون هایی که در بالای زیر ستون میگذاشتن آن رو بر این وصل میکردن که تا نافتند. یکی ایتالیا واقعا ببینید اگر که چند هزار سال پیش وقتی که کیقوباد برای دختر خود در اینجا یک با مثل امروزی یک ساناتوریا میسازد، یک آسایشگاه، یک فراغتگاه، یک طبابتگاه میسازد، پس این باد هوا مساعد هست که ما همین گونه کسلی ها و مریضی ها را در همین شفا ببریم. بله. از این باید ما از این دستور هم عمل کنیم. بله. و در آینده اگر در این کوه یک شفاخانه باشد، من باور دارم که حکومت مرکزی دستوری میکند ساخته میشود، فکر میکنم که زیاد آدما میرن و بهترین جا از نقطه در حقیقت از نقطه نظر باد و هوا همتا ندارد. محض با همین موضوع تخت سنگین همین 24 ساعت اگر خدا نکنیم شمال دارد. بله. شمالی هست که بسیار شمالی خوش است. شمال سه دریا. بله. آمو، پنج بخش. سه دریا حتما با پیش همین سرحد افغانستان به نزدیکی همین تخت سنگین میگذارد و این واقع حال است اگر این چیز اساس خودش و افاده خودش و یعنی تاریخش نمیداشت امروز اگر این باقی نمیموند. بله واقعا همین چند دقیقه که ما در همین هستیم شخصا من احساس میکنم که در اینجا اکسیژن فراوان است، هوا فورانتر است، در معینه آرام میگیرد، روح آدم آرام میگیرد و مهمتر از همه انا همین نزدیکی تمدن ها رو شخصا من و شما فکر میکنم احساس از همه اون خزینه طلایی که یافت شد در انا همین گونه پنهانخانه ها، گنجورخانه ها جایگیر بود. شاید از این طرف باشد یا شاید از طرف روبروی ما و اما در اینجا خزینه سکیف ها، خزینه آکس محفوظ بود و از همین جا در سال 1920 قبل از شروع انقلاب اکتبری، بعدا من دقیقا حتی اسم آنها را میارم، تاجران قبادیانی و بخارایی اینها را از مردم خریداری کرده، از اونایی که یافته بودند گرفته افغانستان می روند و در افغانستان با گروه دزدان دوچار میان، دزدان این خزینه را می دزدند و با بخت ما، محض با بخت ما تاجیکان آن را یک لرد بریتانیوی در کشمیر هندوستان و پاکستان خریداری میکند و بعدی که از دنیا میگذارد وصیت میکند و با آثارخانه ملی انگلستان آن را انتقال میدهند و تا هنوز در آنجا محفوظ هستند. واقعا هم همین خزینه سکیف ها را وقتی که در سالهای 80 با ارمیتاژ سنت پتربورگ آوردند، این خزینه را که با کشتی می آمد، کشتی های زیریابی و فلات حربی هوایی حفظ میکرد تا ربوده نشوند. ضمناً خیلی 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 اشیای بلند ارزش و گران ارزش هستند. ببینید گازت استر چندین سال پیش در این باره نوشته بود و حتی ما درخواست هم کردیم که باید حکومت انگلستان، حکومت انگلیا این خزینه را با ما برگرداند. امروزها آثارخانه انگلیا نسخه یا خود کاپی طلایی این خزینه را با ما برگردانده است و ما باور داریم که روز حقیقت عدالت تنتنه میکند و آنها خزینه واقعی یک نسخه اصل را هم با ما برمیگردانند. ما باور داریم، ما میتوانیم. خوشحال میبینین با دستوری من رئیس ناحیه
مقامات اجرایی ما اومدیم در اینجا دیدن کردیم از جای تاریخی کهن بنیاد که در اینجا کیقوبادشاه برای معالجه فرزند خود یک آتشگاه جا ساخته بود که در ساحل سه دریا که شمال سه دریا باید نجات ماشین فوران داشت. از همون تاریخ وقتی دیدن کردیم باور کنید یک احساس یک حسیات خوب در می آید که ما تاجیکان چه یک تاریخ کهنه داریم، ما تاجیکان چه یک انسانی قدیم هستیم و تمدن قدیم بله تمدن داریم که انیم خیلی که در نوارها برداشته کردن دیدیم یک جای ناتکرار است در همون دور و زمان کارهایی که در اینجا انجام داده شده است. میگیم حاضر ما در عصر 21 قرار داریم. باور کنید بعضی همین کارها تا حال در عقل انسانیت نمیگیرد که در اون عصرها چگونه این کارها شدگی است یا آباد شده است. در اون عصر این سنگو چقدر جمع شدگی و شلیفوفکا کردگی و کار زدگی شما بودید؟ آیا ما میگیم سیستم حاضره دوش توالت وانه و تروبه و وای همون عصر داریم که در چیز سنگین بدن اینه جوی نهیم اونو پولکروگا دیدی؟ الان جوی ذخیره همون گندم آرد وای بکردک بود ذخیره میکردن بابا و بیبیون میکردن بود در قدیمی مثال وای نشد نپوسن نه وای نکرد اگر در او عصر این قدر تجهیزات این قدر است از عقل میگوید که مردم کدام تجهیزات قد کرده گیرد این کدام عصر چند هزار سال پیش؟ عصر 3 و 4 دوره کیقوبادشاه تا میلاد. بله روز من نباشین کسا گفتم آمدم اینجا میگن که وقتی دختر کیقوبادشاه گرفتار بیماری روحانی میشن بعد مراجعه به ستاره شناسان میکنن که چطور باید طبابت کرد. کیقوباد پسر سیاوش است. در اینجا آنگونه ای که ما حاضر میبینیم خانه های هستند که به همین تخت به همین قصر به همین ارک پیوستگی داشتند و فکر میکنم اینها خانه های هستند که خدمتگاران در آن کار و فعالیت میکردند و بودوباش تخت را تأمین مینمودند. این گونه خانه ها که ببینید که شکاف ها دارد که از آن شاید چوب ها بودند و گنبد ها گذرانیده میشوند در اینجا بسیار به نظر میرسند. مساحت تخت خیلی بزرگ است، یک شهرک است در اینجا. تا هنوز متاسفانه 100% معین نکردن که مساحت این چند و چگونه است و اما آن خزینه آن طلا و تنگه و آن اشیاهای نادیره که در اینجا یافتند یکی از اشیاهای گران ارزشترین در کلیه عالم محسوب می رود که در موزه لندن در اینجا آبپرتا یا خود کانالیزاسیا وجود دارد که از بین این کوشک از بین این قصر میگذرد و با گذشت هزار ساله ها این قبرهای سنگی که کنده شده و بنیاد شده است از سنگ تراشیده شده است ذره مثقال تغییر نخوردند، همانگونه که بودند هستند و پابرجااند. و نیز در اینجا با مسئله امروزه تیاپلی پول یا خود آب گرم زیرزمینی بود که هم تگ قصر را سنگ ها را گرم میکرد در زمستان در سردی ها و هم پشت دیوار ها را و وقتی که مهمانان کیقوباد در اینجا تکیه میکردند راحت این گرمی را احساس میکردند. و وقتی که ما همین نوارها را میگرفتیم سربازانی که افسرانی که در اینجا هستند گفتند که چون از این ناوردان ها آب شوریده است در اینجا استخوان پاره هایی همون باشندگان قصر باشندگان قلعه پدید آمده است. ببینید کی بداند این شاید استخوان شاهنشاه کیانی دوران عهد قدیم ما باشند که خدا جملگی را رحمت بگرداند، یا شاید استخوان کدام یک نازنین دختری هست که در اینجا تنتنه ها می آراستند و با حسن و جمال خود مردم را به شور می آوردند و شاهان را از اسب ها و از تخت ها پیاده می کردند. ببینید در اینجا بسیار یک بازیافت نادر است. من فکر میکنم که این استخوان ها هم ساعت رسید که مورد آموزش قرار بگیرند.
واقعا هم باعث فرح و اعتراف و اعتبار است که سرور دولت ما که با تاریخ تمدن تاجیکان آریای عهد قدیم برخورد ویژه دارد، اخیرا تصمیم گرفتند که با هدایت آن کس بالای همین مرکز تخت قباد یا خود تخت سنگین پوشیده بگردد تا اینکه از ستمی طبیعت وارهد. و ما باور داریم که بعد اونی که اینجا پوشیده میگردد و هم گشت است و در آینده نیز کارهای حفریاتی اوج میگیرند و بازیافت‌های نادیری که در قعر زمین هستند و از زمین برآمده چون نگین بر تاج تاجیکان درخشیده سر ملت ما را به آسمان ها میرسانند یافت میشوند. حتما